السلام علیکم و رحمت الله. واجی سازی تنجی خوبه، سلامتیات خوبه. واجی می بخشم هم بابایش گلسه ایرای کردم هم به اینا. خواهش دارم از تو خاطری خدا و رسول و قرآن اسلام. اولا سلامی ما را به خدا و رسولش برسان. سلامی ما را بر حبیبم، به پدری مهربانم، به غمخوارم، به عزیزم، به حفیظم، بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم برسان. خواهش دارم خاطری خدا و رسول و قرآن اسلام. خواهش دارم در حق من دعا که ما را نصیبی اونجا بگرداند. خواهش دارم خاطری خدایی بیرم در حق من دعا که شیردلای پیدا شوند، دستانی خداوند پیدا شوند، در حق من دستیاری و کمکی برسانند، ما را نصیبی اونجا بگرداند. خواهش دارم هم گلس های گوش کن. خواهش دارم از تو اول و آخر عاقبت خداوندی بیرم. باور کن به نهایت منتظرم، به نهایت. سلامی ما را باز بگم دوباره در خدا و رسولش برسان. در حق من دعا که خدایا یک ویدیوی شود، در حق من یگان ویدیوی کنند، در حق من یگان کارای نیکی و خوبی کنند، ما را نصیبی و مکتولا و مدینه ای برابر بگرداند. خواهش دارم همین گلسای گوش کردی در حق من دعا کنم، صدای بر حق ما برسان. خواهش دارم خاطر خدا و رسول و قرآن اسلامش منتظر عطیت تو هستم. خواهش دارم. واجب واینا الحمدلله همجرا تماشا دارم. ساعت 10 شب در تاجیکستان. فقط منتظره که خدای مهربان کی ما را نصیب جمع میگرداند. خواهش دارم واجب در حقم دعا کن، در مدینه من خبر سلامی ما را به خدا و رسول برسان. در حقم دعا که یک ویدیو در حق ما شود، یک نیکی و یک خوبی و دستیاری شود که ما را نصیب اینجا بگرداند. خواهش دارم در حقم دعا کن. خوب دوستان عزیز، سلام علیکم. یه بار دیگه گیریه برادر را دیده اکا ایدیبه که من خودم چند مراتبه در نزدش بدم، دو بار حتی یاردمش کردیم که در بالینسه قربالا خواهش کردیم. خلاصه از این گپای ما این که هم برادر شب و روز فقط آرزوی آخرونش همین خانه خود چه خانه خدا را آمدن شان. پروردگار دعا میکنیم که یگان خیرخواه پیدا شود، پروردگار برای راست نمازخانه هدایتش کنه و خدا همین برادر را دستگیر کنه. برادر عزیز خواهش میکنم از هر یک قدم شما که همین ادیبک برادر را دیده چی مشکلی هست، یعنی که از میون پایونش به خدا کار نمیکنه، حتی از نوف بلوش پایونش 2014 که ویا بوره زدگی های، یعنی متاسفانه رحمت کنه پدر مادر اویلش که همه وقت در برش خدمت کرده است. آرزوی آخرانش که یکی خداوند نکرد میگه جان من نگیره، خانه خچه در همین دنیا دیدنش نصیب گردنه، یگان خیر خواه باشه میگه به خاطر خدا بیا کمکم کنه، یعنی که همون سومی بلیت حج عمره فرضیه که یک بار به همون تن عیوب همین خانه خدا را دیدنش نصیب. اگر یگان شخصی خیرخواه باشه رقماش در روی اکران میمونم، سومش هم نپرتای، فقط اگر کدمت خیرخواه باشه یا که بدونه همین ویدیو را پهن کنه به همون برادر ساق سلامت برسه تا که همین برادر معیوب ما را کمک کنه به همین خانه خدا را کنه. میدونم شهرمندای تاجیک بسیارن، پروردگار کل گناه ما را عفو سازه و پروردگار همه شما را مردم سربلند تاجیکستان، مردم مسلمان به این خانه خدا آمدن نصیب گردونه. امروز روز آخرونه که ما در اینجا گشته ایستادیم، در حق ما هم دعاگو باشه ان شاء الله. ما هم در حق شما دعاگو هستیم. یکای دیگه با شما صبر جمیل پروردگار طلب داریم، پروردگار کل گناهات را عفو سازه، خدا شفای کامل بده که محتاج هر مرد نامرد نشه. متاسفانه ویدیو میکنه بعضی نامردها اصلا سنگش میزنن، الحمدلله چی کمکای کردنش اما هیچی نمیشه. خدا میدونه در تاجیکستان پلاز هیچ قدر نداره، با تیمبوله یگان درآمد یگان سی دادن نداره. کسی بتونه به خاطر الله یاردمش کنه، خانه خدا رو رویش کنه ان شاء الله. خداوند کل خیرخواه را و مراد مقصد نیک شو از پروردگار کل گناهاشو عفو سازه. خدا
همه مشکلات شما آسان گردد. السلام علیکم و رحمت الله. مردم سربلندی تاجیکستان و مسلمانان تمام دنیا با خاطر الله هم یک ایدی بکر رقمش در روی اکران کمکش کنید. خدا نگهداری همه. السلام علیکم.